ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 15 را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهی قسمت در قرائت عبدالقادر منیازه شنوید. روزی جمعه روزی دمگیری نبود. به ناگاه آوازی طبل بلند شد. بناکاران اسباب اسکونه را به جای کار گذاشته به میدان مرکزی ساختمان جمع آمدند. ناظر گفت که به سبززار زیر درختان باغ روند. در میدان سبز و خرم متاهای گلداری دراز دراز گسترده بر رویش نان و میوه گذاشته بودند. امر شد که همه به سر دسترخوان نشینند. پیش خدمت‌ها به نزد هر کس کاسه و چمچه گذاشتند. چند نفر سپاهی ستیل و کفلیس در دست به کاسه ها شوربا می کشیدند. همه در حیرت افتاده بودند، زیرا حالا نه وقتی ناشتا و نه هنگامی طعام پیشین بود. خروس وقتی جیغ زدنش را گم کرد مگر؟ پرسید گلکار. نه دوستم، اینجا عیب در خروس نه، بلکه در ماکیان. وی خروس را از خواب بیدار کرده است. شوخی او را دوام داد کندکار. به این خروس خوشامد زده به خود رام کردن لازم. کی که دل به ضیافت گم زند آهسته گوشرز میکنی و دیدی که خانی پر از نعمت به پای خود دویده به حضوری تو می آید. راست گفتی، اما سرچشمه التفات از یادت برآمد. تا ماکیان رگی ولی نعمتی خروس را به جنبش نآرد، به مرحمت آن امید نبند. این ضیافتی به مورد از بهر چیست؟ پرسید از خواجه کمال مردی لایکش. به سر دسترخوان نشستگان از طعام دست کشیده چشم به سوی خواجه گشادند. آنها باور داشتند که شاعر با اهل دربار حالدان و رازدان است. تختمیش خان از دور گنبزی کاه را دیده، شاید طبعش بالیده همتش بلند شده است. پاسخ داد کمال. انگور را خورید و باغش را نپرسید. ضیافت امروزه به هیچ مقدمه سخن آغاز نمود وزیر دربار که آمده بود و در لب جوبار می ایستاد. ابتدای مرحمت خان است. حکم فرما قرار دادن به افتخار تولید ولیعهد به شما آزادی عطا نمایند. ساختمان قصر در عرفه انجام گرفتن است. بکوشید تا روز پنجشنبه همه کارها به انجام رسد. خان بزرگ روز جمعه آمده قصر را قبول می کنند. با شما در صحن حولی قصر نماز جمعه می خوانند و ما به همه اتان این عامها می سپاریم. استاها بناکاران یکدیگر را به آغوش گرفته به درگاه خداوند تعالی شکر گفتند. شخصان آهنگ نواز در تاز رفته از خیمه ها اسباب موسیقی آوردند. ساز و سرود اوج گرفت. مردم به مثل پرنده های از دام رها یافته دست برداشته خواه توانند خواه نتوانند می رقصیدند. درباریان از نظرها غایب شدند. استای کندگار با شتاب زدگی به نزد سرکار رفت، او را به آغوش گرفت و عرض نمود. آرزو دارم به قصر حولی خود به پسر عروس بیارید، توی شود. هرگاه که نظر به ستون ایوان اندازید مرا به نیکی یاد کنید. شما سال آخر به ما دوستی غمخوار بودید. در این روز سعید باز یک مروت می کردید. به 7 پشتتان دعا می خواندم. خودم نیز در چنین اندیشه بودم. پسر را شراب آوردنی فرستادم. او در خمگشت برج چپ به اشاره انتظار است.
بروید مشک شراب را بیارید. استاد دودوان رفت، زود با مشک شراب برگشت. دوستان گفته بانگ زد: ساقی بیار باده که عیدی سیام شد. آن مه که بود مانی رندی تمام شد. در منظره دلربای دامن میدان و درختزار سیر اسیران سر شد. پاسبانها به اسیران اجازت دادند به بازدید یار و برادران دیگر خیمه ها روند. خودشان به زیارت خواجه کمال می آمدند. سرکار دید که شراب آورده اش برای تر کردن حلق مهمان ها هم نمی رسد. با استای گلکار رفته از خانه اش 2 کوزه شراب آورد. با این به آتش بزم روغن ریخت. در دل مستمندان چراغ شادی افروخت. استاد به کمال با دیده گریان مراجعت نمود: مردی دریدگری سرخوش، میخواهم دانم که خانه عدل و انصاف در کجا باشد. میخواهم به آنجا بروم و از کدخدا بپرسم که تو چرا به ما بیگانه ای؟ اگر جواب ندهد از خیکرتکش بگیرم، نفسش را به درون شنانم. من میدانم که شما منزل او را میدانید. نه نگویید، میدانید، خوب میدانید. گلکار با شتاب آمد، دریدگری مست را از بری شاعر برد. از وی نرنجید استاد. به او جانبدار شده خشت پس آمد. او را از 2 دختر و 2 پسر کوچه دوک جدا کرده بودند. امروز به شرف طفل نوزاد ضیافت می دهند، عید می کنند. چون دل ما به فرزندان گم می زند که تسلا می دهد هیچ کس. این بزم به من نفارید. من به خوابگاه رفتم. پیرمرد نقاش که مدام خاموش بود به سلام کسان به زور علیک می گرفت یا سر می جنباند و می گذشت و می رفت. کپکی گویا و بیدانه جیغی شد. مردی چوب تراش پرزده روی به شتر مرغ تقلید کنان گاه می خرامید و گاه و بال و پر کشاده به تعقیب کننده خود فریاد می زد. آهنگری قد بلند شاهکاسه چشم ساحری کرده چند نفر را به ستیل شناند. دست جنبانده چشم به چشم نشستگان دوخت. چند بار از جای خیزانده باز شناند. وی کیمچی ها خواند. به سری کتف آنها زد و امر نمود که بخیزند. از درون هر ستیل یکتایی تخم برآورده اعلان نمود که مردان زاییده اند. در ستیل آخرین تخم نبود و مردی در آن ستیل نشسته را تو کرک شده ای گفته طعنه زد. امروز از کلوخ آتش پرید و از آتش کلوخ، گفت گلکار به کتف جوان مردی دهانواز زده. تو بغیر از دهان کفش کهنه برین کشاده ات خنده بیزیب باز یگان هنری دیگر هم داری؟ گویید های گل بردن را نوازن. من به شما بزم قیراق را نشان می دهم. گلکار اهل هزل و شوخی را آرام کرد. به نوازنده ها نوای موسیقی فرمود. جوان مرد به اشاره معطل بود است مگر که به 2 دست قیراق به آهنگ های گل بردن گله چنان رقص زیبنده دلاشوب کرد که حاضران قایل شدند. هیچ کس گمان نداشت که در بین اسیران دایما سرخم و لب بسته، بی ذوق و دل شکسته، این قدر شخصان زنده دل و صاحب هنر بودند. در عین تفس بزم جوان مرد از بین بناکاران حلقه گرفته آدمان را به 2 طرف تیله داده به خود راه گشاد و به پهلوی خواجه کمال رسید. استاد با هیجان مراجعت نمود. به شما نامه آمده است.
چهره غمگین شاعر یکباره شکفت، در لبانش تبسمی شیرین هویدا شد و اطرافیان با احساس و غمگساری نظر انداخت و میخواست بپرسد که امروز چی روز است. کاغذ پیچ را گرفته گشاد و با آوازی بلند به یاران همدرد خبر داد که نامه از شیخ محمد. آن را به چشم مالید. شاعر گویا بال و پر برآورد، بیقرار شد، عنان اختیار از دست داده پس و پیش قدم زده نامه را مطالعه می کرد. السلام علیکم استاد از نظر غایب و به دل نزدیکی من. از روی شنیدم و آوازه های مردم روزی از اسارت برگشتن شما نزدیک است. در صدها خاندان پیر و برنا چشم به راه شما دوختند. با شنیدن این مژده نیک دلم فرحبار شد. به شخصی که از شما نامه دهانکی آورد از غایت شادی جامه پوشاندم. به شرافت مهربانی این انسان نکوکار و نکو اراده به من امکان پیدا شد که به شما نامه بفرستم. از آن روزی که با نامه من شخصی به دست افتاد و زندانی شد، هیچ کدامی از ما به خط نوشتن دیگر جرأت نمی کردیم. از این باعث بنده را ببخشید که خبرگیری و خبررسانی های ما و شما تا امروز دهانکی بودند. استاد محترم، از روی قول خودتان شادی و غم پشت سری هم می گردند. معذرت می خواهم. در این روزهای شادمانی به شما خبری ناخوش می رسانم. خواجه کمال به حاضران روی آورد و دوام نامه را با آواز بلند و شکسته خواند. چند پیش ستاره آسمان نظم فارس و تاجیک خواجه شمس الدین حافظ شیرازی از عالم روشن گذشتند و پای به عالم ابدی نهادند. از دیدگان کمال اشک روان شد. وی دو طرفه سر می جنباند و می گفت نظم معاصر ایران بی پدر شد. شاعر مصرع‌های شعر خود را با فریاد خواند. در آب دیده فرو رفتم چو مردم آبی، نکرده دیده من به منی غریب ترحم. خواجه غزلش را با چنین بیت خاتمه داد. کمال چشمی ترت شد خلل پذیر ز گریه، مکن خراب به باران گریه خانه مردم. بعد نماز بامداد اسیران بناکار از حد زیاد سرتردد بودند. موی سر می تراشیدند، بریش قیچی می زدند. بعضی ها اسباب ناچیز روزگار حقیقی را بار می بستند. خواجه کمال سر و روی شست، کرته تازه پوشید، میانبند نیمداشت آب شسته را به کمر بست، به سر بالای طاقی دستار نهاد. اسیران صف آراسته به میدان نزد قصر نوبنیاد رفتند. نوکران آنها را 40-50 قدم دورتر به احاطه گرفته بودند. بناکاران نگرانی از طرف خان قبول شدن قصر شده آمد تختمیش را در انتظار بودند. فرصت انتظاری به آخر رسید و خان در احاطه اهل رکاب به قبول قصر حاضر شد. معمار زیبایی های نقش های سقف، کندکاری های ستون و در و تریزه، گچکاری های نما و تاکچه و حاشیه بندی های صورت ها را نشان داده منبر می نهاد. خان با چهره شاد از کوشک به صحن قصر برآمد. از زیر گنبد سبز صدای مؤذن به گوش رسید. همگان به جای ایستاده اشان دو زانو نشسته گوش می انداختند. درباریان به کنار صفحه های ایوان نشسته به آوازی صلابتدار زیر گنبد گوش فرا داده بودند. چون همه آمین گفته دست برو کشیدند،
پیرمردی سله‌ای بزیب در سر، خلعت ملرنگ وسیع در تن، به خان تعظیم کرد و اشاره نمود که به پیش نماز گذرد. از قفای خان پیرمرد و وزیر جا گرفتند. اشراف و ارباب دولت از پس آنها ایستادند. بیرون از قصر بناکاران به جای سجاده به زیر پا میانبند پهن کرده نماز می‌خواندند. نماز به پایان رسید. به شأن خان بزرگ فرزند نوزاد او دست گشاده دعای نیک خواندند و پایداری دولت را خواهان شدند. تختمیش خان پیشا پیش از خفا اعیان و اشراف سلطنت از دروازه بلنده اش 2 قدی آدم به صحن میدان برآمدند. اسیران دست به پیش سری زانو نشسته به احترام خان سرخم نمودند. خان از شکوه و حشمت قصر، از مطیع و اطاعتکاری اسیران خوشنود شد. و کتابدار دربار فرمود که فرمان او را بخواند. مردی قاقینه خرد جسته دفتری مقاوعش چرمین را کشاده به خواندن شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ابتدا می‌گذارم و به اسیران قصر بنیاد کرده آزادی عطا می‌کنم. رخصت می‌دهم که به دیار خود برگردند و عبادتکار و آیین پرست دعاگوی دولتی عدالت پیشه ما باشند. سلطان ملک آلتن ارده تختمیش خان بزرگ به زیرش امضا گذاشتند. حاضران چی ارباب دولت و چی اهل طریقت و چی اسیران آزاد شده دوباره به شرف خان حمد و ثناها خواندند. خان دست برداشت، همه آرام شدند. به پاداش خدمت خوبتان به شما آزادی بخشیدم. به افتخار پسردار شدنم به خزیندار امر کردم که به هر کدام 100 تنگه خرج راه دهد. بناکاران باز به او تعظیم کردند. خواجه کمال خطاب نمود خان. لبی خان بزرگ. گویان شاعر از قطار 3 ازدحام جدا شده پیش برآمد. در این روز سعید به زبان ما شعر بخوان که به اهل سرای فهما باشد. معذرت می طلبم خان بزرگ، به زبان شما شعر انشا نکرده ام. چرا؟ با غضب پرسید خان. مگر نمی دانی که تو در کدام دولت هستی، به کدام خان خدمت می کنی؟ معذورم دارید خان، در گفتن شعر به زبان شما بیهنرم، در لفظ قبچاقی کم بغلم. 6 سال در این درگاه بودی، نان و نمک خوردی، زبان یاد نگرفتی؟ زبان یاد گرفتم، اما آن دانشی من به شعر آفریدن کفایه نمی کند. در حاشیه شما همگان زبان دانند، ولی نه همه شعر می گویند. آنها مرا چیزی می گویند که مرا پسند است. من در فراق دوستان غم می کشیدم و می خواستم شعری بسیار انشا کنم. قلم میل و رغبت و رنج و کلفت را پیشه می کرد. به اندیشه آن که اشعارم شما را شگفت خاطر نکند، بیشتر خاموشی اختیار می کردم. ذاتاً تو به غم خو گرفته ای، پیوسته با غم باش تا نخل غمت به کمال رسد. خان، نهال غمی بنده نه تنها به کمال رسیده است، بلکه شاخ شکسته و بیبار شده است. این همه از ناسپاسی توست.
در این 6 سال به امید تو نمی شدم و بخر هنری شعرگویی می آموختم، شاعری خوبی به میدان می آمد. مردم همه سر به زمین انداختند. والله اعلم، باشد که حق به جانب شماست. من هم به خدا شکر می گویم که خر نبودم، وگرنه شاعری به شما خوشایند می شدم. چی علاج؟ ما باید به تو یاری کنیم تا روز اینجا میمانی که توانا شوی و قدرت پیدا کنی که به زبان ما شعر آفری. اسیران سر بالا کرده مات و مبهوت شدند، نمی دانستند چی گویند. پیرمرد هنرور خوان بزرگ گویان پیش برآمد، به سر زانو به زمین افتاد. تمام، امر من یکتا. تختمیش خان با قهر دستش را تیغ کرد و به راه افتاد. در بین اسیران غوغای و هیاهوی خیست. پاسبانها باز به کار در آمدند. هر یک گروه را به چادر خود گسیلانیدند. خواجه کمال به سوی چادر روانه شده شعر انشا نمود و با آوازی غضب‌آلود خواند: افتاد دل از پا و ندانم ز چه افتاد. فریاد ز خانی که ملول است ز فریاد. هر خانه که در کوی طرب ساخته بودیم، سیلاب غمی آمد و برکند ز بنیاد. منعم نکنید از لب شیرین که به آخر گشتند پشیمان همه از کشتن فرهاد. سیلاب اشک پیش پرده چشم را گرفت، گریه گلوگیر شد. پیش نظر شاعر ملکه خوارزم آمد که با مهربانی به خواجه انگشتری میداد. کمال با غضب تفش را فرو برده به قرائت شعر دوام کرد: فرهاد بجز سنگ نمی سفت و من امروز در سفته ام از عشق. ببین صنعت استاد، بفریست به خوارزم کمال این همه درها که از شوق بغلطند به آواز گوهرزاد. اسیران به گرد خواجه کمال جمع آمده غم می خوردند، گریبان پاره می کردند، ولی نمی دانستند به شاعر چه خیل تسلی دهند. گلکار خواجه را به آغوش گرفته کودکوار گیریست. کندکار دست به گردن استاد حلقه کرده گشته و برگشته می بوسید. وقت ودا این بیت را خواند: من دوست مانده با اشک دیده می روم، غم پاره ها به دامنم چیده می روم. اسیران آزاد شده به راه برآیید. بلند شد آواز نوکری که سوار اسب سیاه بود. بارخلطه ها بر دوش غریبان به راه دیار افتادند. خواجه کمال تا به دامنه تل دوستان را گسیل کرد و با نوکران دوباره به کلفت کده دیرین برگشت. در دامنه باغ شمال شرقی کشک سپهسالار لشکری تختمیش خان یک بنای 2 حجره دار بود. دهلیزی بین 2 حجره خشت فرش بود و آبریز داشت. در حجره دست راست کمال عمر بسر می برد. در حجره طرف چپ سردار پاسبانها اقامت داشت. سرداران دم به دم عوض می شدند. هر بار که سردار به آشخانه پاسبانهای قصر خان طعام خوری می رفت، خواجه را همراه می برد و او از روی نظام طعام می خورد. وی خوردن می خواست یا نمی خواست برای سردار پاسبانها فرق نداشت. شاعر را از روی وظیفه و از روی جدول نظامی به آشخانه می برد. طباخ
مرد میان سالی شکمدار بود. چون کمال از در وارد شد، دو دست بر سر سینه در تاز آمده زیارت می کرد و خواهش می نمود که خواجه در حقش دعا کنند. وی برای کمال طعام‌های با لذت می پخت. سردار پاسبان‌ها که با او هم طبق می شد خرسند بود که به طفیل او نیز خوراک‌های با مزه می خورد. بعضا نوبتدار بی فراست هم دسترخوان شود، طبع شاعر خیره می گشت، اشتهایش بسته می شد، دست پاک می کرد و از جا می خیست. باری دویم با وی به سر خوان نمی نشست. بهانه بافته بیرون می برآمد. پزنده که این را می دانست خواجه را به خانه قفای آشخانه می برد. این پگاه خواجه کمال با طبع بالیده در تردد رفتن به ناشتا بود. سردار نوبتدار مردی سالخورده لبکج بود که برخلاف دیگران به خواجه سؤال بسیار نمی داد، اصرار نمی کرد که شعر خواند. برعکس خودش واقعه های و سرگذشت های عجایب و غرایب را نقل می کرد که خواجه به شنیدنش شوق داشت. از خانه برآمد و تربوزش از بغل افتاد. مردی مویلبداری تا سری بزریش به بردن او آمده بود. امروز نوبت شما نه، چرا آمدید؟ سراسیمه پرسید شاعر. جدولی پاسبانها دیگر شد، نوبت ما هم. مرا خواستند به دیگر جا فرستند، به هیچ وجه راضی نشدم. گفتم که از پهلوی خواجه کمال دور نمی روم. کاری خوب نکردید. چرا؟ مگر از آمدن من خرسند نیستید؟ ای برادر، مگر خرسندی مرا می پرسند؟ اگر پرسند چی می گفتید؟ می گفتم که من دست و پای دارم، چشم بینا دارم، به من راه بلد لازم نیست. مرا آسوده گذارید که به آشخانه خودم روم، به آشی من پشه نشوید. این ممکن؟ چه خیلی ممکن؟ شما علاجش را می دانید؟ علاجش به دست ملیکه. ملیکه؟ تعجب کرد کمال. این را همه می دانند. راست گفتید. این را همه می دانند که من غلام ملیکه ام. خان همچون لعبت مرا به وی تحفه کرده است. همین قدر گپ را می دانستید و خاموش گشته اید. یک تا شعر نویسید به ملیکه فرستید، عالم گلستان می شود. خان سخن زوجه خود را با آبی طلا می نویسد. از ملیکه حتی وزیری دربار می ترسد. این همه را شما از کجا می دانید؟ وزیری دربار هر یکی ما را به نزدش نشانده تعلیم می دهد که دهان ما بسته باشد و زبانمان کوتاه. به دهان ما 100 مهر زند هم اسرار دربار میان مردم آوازه شده دهان به دهان می گردد. شادروان پدرم می گفتند که آنچه که یک کس می داند سر نهان است، آنچه که 2 کس می داند اسرار پنهان است، آنچه که 3 کس می داند آوازه بین مردم است. کمال با حیرت مدتی مدید به سردار پاسبانها می نگریست و چشمش را راه می برد. منظره شکوفه‌زار در پیش نظرش جلوگر شد. گلندام گل می چید، در بین سبزه و گلهای شبنم ریز به مثل پرنده پرواز داشت و از سر یک گل به دیگری رفته به میان بوته ها غیب زد. شاعر به خود آمد و دید که دست حاجت دراز کرده است و بر روی کفش اشک می چکد. نوبتدار این حال را دیده در جایش شخ شده ماند. به دل گذراند که شاعر از عقل بیگانه شده است.
به ناشتا برم، رخصت دهم که به خانه خودش برگردد، از دور ببینم که چه کرداری دارد، بعد رفته به ملیکه خبر رسانم. شعر به ملیکه میگویی؟ تکرار پرسید خواجه و از این سؤال رشته اندیشه سردار پاسبان ها کنده شد. ولی به ملیکه گفتم تو خط و سواد داری؟ کتاب خطش خوانا باشد با عذاب هجه کرده میخوانم. معلوم می شود بینایی. ها خواجه، چشم دارم. چشمی که به حروفات کلام الله نگذرد کور است. پس مردمی ما اکثر کورند؟ نه، آنها نان را از کلوخ فرق کرده می توانند. گرچه خط و سواد ندارند، تنگه را به مثل مرغ دانچین می شمارند. آنها تنها کوردلند، دیده قلب آنها نابینا. پرده ظلمات جهالت پیش نور فضیلت را بسته است. اگر این طور باشد، چطور از باب حیات و ممات، زیست و زندگانی محاکمه می رانند، پند و نصیحت می گویند، روایت ها می خوانند؟ همه از بساط دیگران است. آنها توتیوار هرچی شنیده اند در بر می کنند. موردش رسد به دیگرها همچون مال خود می فروشند. محض برای آن هم در مجلس ها آنان سخن می رانند که در روزگار برای خودشان توپه بریده نمی توانند و اما به مردم از چه نوع بریدن اگرا درس می گویند. استاد، هرچند بنده شما را دلگیر کردم، می خواهم به یک سؤالم پاسخ دهید. بفرما تا آشخانه حالا خیلی راه است. چرا بعضی از آدمانی با معرفت و صاحب خردان خود را به راهی سربسته می زنند؟ می دانند که بجز فرمانبرداری چاره دیگر نیست، ولی به خدمتی سر نمی فراورند که آن از دستشان می آید. کاش من هنری می داشتم و باری دوش آنها را سبک می کردم. شکر بکن که این هنر را نداری، وگرنه تمام تلخی حیات نصیب تو می گشت. این خیل انسان ها همه عمر میان آتش و آبند. شوق و هوس زندگی تقاضا می کند که گبدرا و مطیع باشند. دل امر می کند که پاکیزه باش، دامن به چرک و چربی به نام روزگاری خوش آلوده مکن. گرچه زمانه با تو نمی سازد و ستمکار است، تو را نمی پرورد، خود را پست مزن. با وجود آن که صاحب مرتبه ها، سرمایه داران تو را حقیر و ناتوان می شمارند، سربلند باش. تو آن دولتمند هستی که گوهری بی‌بهای خود، وجدان پاکت را برای کشمکش های دور و زمان به بازار نه انداخته ای. مرا ببخشید، آنچه از خداوند پنهان نیست از شما چرا پوشیده دارم. من در نزد شما گناه های بد داشتم. به ظاهرتان اهمیت دادم و از باطنتان بیخبر بودم. میخواست به پیش پای خواجه به سر زانو افتد. کمال از نیت او پی برده از زیر بغل داشت. هر دو دیدند که آشپز از دیر ماندن آنها به تشویش افتاده به پیشوازشان برآمده است. السلام علیکم خواجه، دست داده واخوردی کرد طباخ. خیلی دیر ماندید، پریشان شدم. دیروز از درد میان شکایت داشتید. من به درد میان عادت کرده ام. میان درد نکند خواطر می شوم که آزار کوچیده به دل جای گرفته مگر. بعضا خود را تسلا می دهم که به دوشت باری گران نداری که در نیمه راه ماند. احوالی خر و خچر را بین. حیوانهای بیچاره در زیر جوال و قنار راست کرده نمی توانند.
به بینی خط کشیده به منزل می رسند. قسمت آنها چنین است خواجه. رفتیم طعام خنک نشود. شما اول به من قلم و کاغذ بدهید. در معینه شیر پخته رسیده است. بر روی کاغذ آورده به ملیکه می فرستم. خواجه بزرگ، خدا به شما قوت دهد. کاری نیک می کنید. آشپز به غایت خرسند شد و دوام برای قلم و کاغذ رفت. وی از شادی قریب بود به رقص آید. این از چی باشد؟ استاد، جای حیرت نیست. وی در خدمت ملیکه است. و ضیافت و بزمهای او طعام میپزد. دسترخوان آرامی دهد. گویید که ملیکه برای چی او را به خدمت شما مانده است؟ چی مگر وی برای دیگران خوراک نمیپزد؟ میپزد، نه همه وقت. برای نوکران شاگردانش میپزند. برای سپهسالاران خود او. به اینجا که سپهسالار احیان می آید و اساساً برای شما خدمت می کند. هر سخنی که شما به وی می گویید نریزانده و نچکانده به ملیکه می رساند. ای فلک کج رفتار، جاسوس به من نان و آش می دهد. به دلم راه می یابد تا مرا به تسلیم آورد. ما که از کوچه مکاری نگذشته ایم، فریب خوردن نصیبی ماست. آشپز در روی لگن دفتر و قلم و دوات آورد. خواجه بزرگ، مرحمت. تشکر. باور داشتم که شما شخصی باسوادید. در مکتب خوانده ایم. بسیار خوب. پس من قرائت می کنم. شما بنویسید. حسن ختم بد است. هر چیز که نویسم باید رفته خودم بخوانم. دیروز از من 2 بیت نوشتید. دانستم که یکی از بدخطها بوده اید. امروز به من مردی بدخطی ضرور است که شعری مرا بنویسد و خود برده به ملیکه بخواند. مرحمت خدا را بینید که چنین حاجت برار در شخص شما پیدا شد. ما بنده ایم، به خدمت تیار. خواجه به سردار پاسبانها چشمک زده پرسیدن خواست که چطور؟ بدام افتاد یا نه؟ شاعر در پیش قدم زده آهسته آهسته مصرع‌ها را تکرار کرده این شعر را انشا نمود. جهان پر ز مقصود است راه روشن و پیدا. دریغا تشنه لب خواهیم مردن در لبی دریا. کسی کز طلعتی خورشید جز گرمی نمی بیند. دلا معذور می دارش که دارد چشم نابینا. به بوی وصل او می خور غمی هجران که خوش باشد. کشیدن زحمتی خار از برای راحتی خرما. ز خورشید جمال او شبی زنده دلان روشن. به دوری قد او بگرفت کاری عاشقان بالا. مگو کارباب دل رفتند شهری عشق شد خالی. جهان پر شمس تبریز است مردی کو چو مولانا. به کنج ایمنی نتوان نشست از چشم و زلف او. که در هر گوشه شور است و در هر خانه غوغا. بنا اهل ارنشان دادی کمال از خاک درگاهش. کشیدی کحل بینایی ولی در دیده اعمی. وقتهای آخر شوق دیدار و وصل هوسگل تختمیش خان را دیگر به خود مشغول نمی داشت. وی بیشتر در حرم زن سیم بود.
ساعتهای دراز از نزد پسرش دور نمی شد. او را نوازش ها می کرد. برداشته از یک خانه به خانه دیگری کوشک می برد. زنی سیوم از بختش بالیده به شوهر تا می توانست مهربانی ها می کرد. خان شبها در پهلوی زن و کودکش می خفت. با هوسگل در قصر هنگامی به حضور پذیرفتن سفیرها، رسولان، حاکمان و ولایتها دچار می شد. بعضاً با او طعام پیشین می خورد. ملیکه زنی بردباری پربرداشت بود. از خان یگام بار به تو چی شد گفته نمی پرسید. خود را در نزد درباریان طوری وانمود می ساخت که با خان از پیشتره دیده مهربانتر و به هم نزدیکترند. زنان خان هر صبح از قبولگاه حرم سیوم به سلام خان می آمدند. از حال و احوال طفل و مادرش پرسان می شدند. هوسگل همیشه بعد از دیگران می در آمد. خان او را با خوشنودی پذیرایی می کرد. وقتی رفتنش تاتگی در برآورده می گسیلانید. زنی سیوم را که در دربار مقامش به کلی تغییر یافته، اعتبارش بلند شده بود، شوهرش بیشتر با او می پیوست. زن تا یک درجه خود را حکمروا می دانست. یک پگاه او به تختمش خان عرض نمود. امشب پسرمان بیراحت بود. درد می کشید. دست و پا می زد. این بی چیز نیست. اگر خواهید که به ولیعهدتان زیانی نرسد، امر کنید که آن زنی بی ذریات به درگاه من دیگر قدم نگذارد. یا خود زنهایتان را در دیگر جای قبول کنید. من امینم که آنها به اینجا با دل و نیت پاک نمی آیند. وقتی که زنی سیوم این سخنان را به خان می گفت، هوسگل پسی در آمده بود و بی اختیار طلب او را شنید. شما گفتاری 15 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهی قسمت شنیدید که به 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.